الحمد لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، برادران عزیز و نمازگزاران محترم، خداوند را شکرانه میکنیم که در این ماه مبارک رمضان، در این روزهای بخشش و روزهای مغفرت و رحمت ماه مبارکی من و شما را در خانه خودش بار بار مهمان میکند، توفیق بندگی عطا میکند، صحت و درمان عطا میکند که ما نماز ادا میکنیم، روزه میگیریم. الله تعالی را بار بار شکرانه میکنیم که خداوند من و شما را در راه هدایت، در راه ایمان استوار و ثابت قدم بگرداند. اللهم ثبت اقدامنا فی الدین. و خداوند گذشتگان من و شما را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیز، حسب ترتیبی که من و شما داریم آنچه از قاری ها گوش میکنیم، امروز در سوره یوسف، پیامبر یوسف علیه السلام که به نام این نامگذاری شدگی هست، در اون سوره هستیم. و سوره یوسف همچنان که شما میدونید از سوره های مکی هست و 111 آیات، تقریبا 12 رکوع دارد. و جسم این سوره از ابتدا تا انتها یوسف علیه السلام است، یعنی درباره این صحبت میکند. یعنی این یک نوعی خاتمه و تتمه سوره هود هست. سوره هود در پیامبر صلی الله علیه و سلم انبیا هود و نوح اینا را نقل کردند که در راه دعوت ثابت باشد، استواری داشته باشد، در این راه دعوت استقامت کند، ثابت قدم باشد. و در سوره یوسف علیه السلام میگوید که ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تو ثابت قدم و استوار در راه دعوت باشی، در راه دین باشی، آنچه بر تو نازل شد برسانی، ایذا و اذیتی که از مشرکین و از دیگرها بر تو میرسد، تو در نتیجه با قصه یوسف حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند یعنی میفهماند که نتیجه صبر جمیل است، زیبا است. برای همون میگه ما بر تو قصه میکنیم یعقوب علیه السلام و یوسف برادران ترکی در چقدر اینها آزار و اذیت شدند از داخل خانه خود، یعنی بیگانگان نه. چون سوره یوسف در عام حزن، در عام غم که ابو طالب امکش و بهترین همسر پیامبر مادر مؤمنین خدیجه از دنیا گذشته بودند، بنابراین در همین سال بالای پیغمبر هم غم و هم شدت منع کردن از دعوت راه خدا بسیار شده بود، چون که ابو طالب سرپرستی را میکرد، از دنیا گذشته بود. بنابراین این سوره یوسف خداوند میگه نحن نقص علیک احسن القصص، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، من بهترین قصه را برای تو میکنم. یعنی تو در راه دعوت از ابو لهب امکی خودش، هم قدش بود هم امکش بود، عتبه و عتیبه بچه‌هاش داماد بودن برای پیامبر. لیکن وقتی این اعلان پیامبری کرد در سن 40 سالگی، اون امر کرد بچه‌هاش که دخترای را طلاق کنن، رفت و آمد من کرد با این، همیشه دنبال دشمنی این بود. همچنانی که برای این خاندان سوره نازل شد تبت یدا ابی لهب. بنابراین میگه تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو ببین که برادران تو یعقوب و برادران تو یوسف چگونه در این راه آزار و اذیت شدند، لیکن از چه چیز صبر گرفتن، از چه چیز کار گرفتن. همیشه یوسف علیه السلام شما در این میبینین، در این قصه که این قدر صبور است این مرد، این قدر کامل است این مرد، هیچ مشکلی و پریشانی نداره. کودکی که در خانه است یوسف علیه السلام، پیامبر در حدیث میگه که نصف جمال دنیا یوسف دادگیان، این قدر جوانی زیبا. در کودکی اینا را برادرای خودشان همچنانی که قاری ها خواندن میبرند در چاه میپرتاید، از چاه برآورده میشود، فروخته میشود انسان آزاد، از وطن با دیگر وطن میرود، از مردم خودش با دیگر مردم میرود، از زبان با دیگر زبان میرود، هور بزد غلام میرود. چقدر در راهی رفتن و دعوت و غلام
صبر میکند، رفته 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 به کاخ ملک میرسد، به عرش سلطان میرسد، سلطان میشود. در نتیجه از روزی که اون خواب دیده بود اون جوان، گفت که یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین، رأیتهم لی ساجدین، یعنی ای پدر جان من 11 ستاره و ماه و آفتاب و اینا را دیدم که مرا سجده میکردن. گفت این خواب به برادرات نگو، چون که این خواب بگوی گفت برای تو چی میکنن؟ حسد میبرن. گفت نگو این خواب. در آخر سوره یوسف علیه السلام پدرش گفت که این تعبیر خواب من بود که در همین قدر فراق 40 سال حضرت یعقوب یوسف را ندیده. 40 سال بعد قصه مختصر، حضرت یوسف علیه السلام کودک بر چاه می رود، از اونجا برآورده می شود، فروخته می شود و از اونجا آزاد بود غلام می شود، از وطن به وطن می شود. در یک جای می رود که زبانی اونها فرق میکند، دینی اونها فرق میکند. دین در این کنعان یکتا پرستی بود، در اونجا می بره همه بود پرستی و این هست. و در خانه عزیزی مصر بزرگ می شود، اما در اونجا هم الله تعالی را مبتلا میکند با شهوت زن عزیز. زن عزیزی مصر این را هر روز زیبا میکند و دعوت میکند که دست به گناه بزند. لیکن یوسف علیه السلام همچنان قاری خواندن در سوره میگه رب سجن احب الی مما تدعوننی الیه، ای الله زندان بهتر است برای من از اون عملی که اینها مرا دعوت میکنن به سوی او، یعنی دست به زنا زدن. برادر عزیز، جوان محترم، باید از خدا بترسیم. در این زمان شب و من و روز این چیزا چقدر آشکار شده. در این شب روزی که من و شما زندگی میکنیم، از یک مسائل مبرمی روز اخلاق دختران این زمان شدگی است، اخلاق پیسران این زمان شدگی است. هیچ کس نصیحت کردم نمیتونیم. نیکی مؤمنین باید بدانند که برای یک زنا اگر الله تعالی در محشر همه را بخیزانه جواب گفتن نمیتونه. این قدر پدیده پس پلید شوم نزد الله این دست زدن به زنا هست. بعضی از جوانا ایش با ایش میشیند با تعریف میکند این کارا که من فلان 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 آدمو قطعی بدم، نعوذ بالله. غضب خدا نیاید که هیچ چیز تدبیر خدا را برگرداندن نمیتونه. برادران عزیز، زنا دو تا رسواگی دارد. رسواگی دنیا که انسان از یک محرماش این چیز را میبیند، رسواگی آخرت که در روز قیامت الله تعالی را بلند میکند برای نمان. یوسف علیه السلام چون که نبی هست نتیجه این کار را میداند، وگرنه سجن کجا نیکی دارد؟ زندان یکون خوبی دارد. میگه سجن احب الیه، ای پروردگار زندان برای من بهتر از اون چیزی که زلیخا یا این امرأة العزیز یعنی همسر این عزیز مرا دعوت میکند. در نتیجه چی شد؟ یوسف در همه همین راه ها استقامت میکند، پناه بر خدا میبرد. در زندان رفت، یک روزم در زندان نگفت که من پاکم، من به هیچی آوردم، من این خیلم، من اون خیلم. نه، مردم یا اونجا را دعوت میکند، نیکی میکند، کاسه میشوید، کسی بیمار صورت علاج میکند، پیش میشیند. دو کسی که خواب دیدن همونا هم چی گفتن؟ نحن نراک من المحسنین، تو خوابی ما را تعبیر کن، ما تو را از نیکان میبینیم. ای یوسف، این قدر آدمی نیکی تو هیچ شکایت نمیکنه، رو به خداست، الله مالک من است. و یعقوب هم هر چی که میان برادرش میگن چی میگن؟ صبر جمیل الله المستعان، من صبر را پیشه میگیرم و الله کمک میکند انشاءالله. در اون زندان اونا میان تعبیر میکنن و این تعبیر خواب یوسف سببی برآمدن از زندانش میشه. این چی تعبیر میکنن؟ یکی میگن اینی عصیر و خمرا، من از انگور دارم شراب تیار میکنم. گفت که تو پیش سلطان میره، خدمتگار سلطان میشه، پیش کلان مصر میره. اون دیگرش گفت که من یک چند نان در بالای سرم هست، پرندگان میان از اون میخورن. گفت را دار میکشن، زاغا از سرت میان نول میزنن از اونجا. و اونها واقع شدن.
و همونه که آمد برای سلطان، وقتی که سلطان خواب دید که 7 گاوی بزرگ فربه 7 گاوی خراب را فرو میبرند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشک، خواب دید. همه را گفت بیاین تعبیر بکنیم. کسانی که تعبیر میکردن آمدن، اونا هیچ تعبیر کردن نتونستن. همون بچه‌ای که خوابش تعبیر کرده بود اون گفت که من میدونم تعبیر این خواب. گفت تو چه خیلی میدونی یا خدمتگزار؟ گفت من نمیدونم. در زندان شخصی هست که اون میدونه. وقتی که این پادشاه روان کرد که از زندان یوسف بیارن، یوسف که خیلی نمیرم من. موقع آمد مرا گفت تهمت کرده وردن، ولی اگر خودت که مرا بری آزادم کنی، میگن از زندانی بود پادشاه آزادش کرد. نه، مرا اول براءت ما پاکی ما اعلام میکنی، همه را بعد ما میبرم. گفت یوسف چی میگه؟ گفت یوسف ابی خیلی میگه. همه را جمع کردن که یوسف تهمت کرد. عزیزی مصر یک قدم پیش گفت من با همسرم همین کار کردیم. در حقیقت انسانی پاک و صالح است. این اعلان براءت مگو بکنن، بعد من میرم تعبیر میکنم خواب سلطان. بعدا آمد خواب سلطان تعبیر کرد. برادراش اومدن در پیشش گفتن که کاسه را که از اون برادر خودش که از مادر خودش بود، کاسه را که یافتن گفتن که اگر این دزدی میکند ایرا کشم دزد بود. یوسف هم میکرد. یوسف پاک دامن همونجا است، هیچی نمیگه، غضب نمیکند. من میگم میدانم همه چیزای شما را، لیکن چیزی برای برادرانش نمیگه. در نتیجه چیکار میکند؟ روان میکند، پدرش میارن، همه جا بجا میشود. برادراش میگن تو یوسفی؟ میگه بله من یوسفم و این برادری من است. الله تعالی مرا عزیزی مصر کرد. یک بار نگفت که شما مرا به زندان برده، شما مرا فروختین. حتی در آخری سوره وقتی قاریان میخوانند انسان کمالات شب ببین، فرزند آدم جوان، قدرت و توانایی دستش است. نگفت که این برادران این کار کردن. ینزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان بین من و برادران گفت در آمد. و در آخر چی گفت؟ توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. ای الله مرا در دنیا مسلمان ببر، با این گنجینه و گوهر ایمان ببر، و الحقنی بالصالحین، مرا با صالحان همراه کن. در قیامت با نیکان و ابرار و صالحین من حشر کن. این هست قصه یوسف علیه السلام که بعد وفات همسر پیغمبر و عمکش که دفاع میکرد از پیامبر، این سوره را خداوند آورد که ای پیامبر در راه دعوت صابر باش، کامل باش، استوار باش. تو ببین یعقوب را، ببین یوسف و برادران، همچنانه که ما با اینها بودیم ما با شما هم هستیم. همیشه ما در کمک هستیم. برای همون علمای دین میگن که کسی ضیق است، غمگین است، یه بار سوره یوسف را بخونه. ولی برادرایی که خواندن نمیتونن چیکار کنن؟ در اندیشه قرآن به زبان تاجیکی برآمد، از ترجمه‌اش بخونی. البته در اون فیلم یوسف بسیار چیزا است، ولی یک آدم ببینه او را میگه این قدر عشق بازی است در این، نمیدونم فلان است. اون که زلیخا یوش میشده، این چیزا در قرآن نیست، در حدیث هم نیست، این دروغ است. اون مبالغه هم کینو است که زلیخا دوباره یاشید با اون را بردن و با یوسف قبول نکرد که من در عبادت در خلوتم. این چیزای زیادی هستند. این چیزا نه در قرآن است نه در حدیث. البته نبی از انبیا را فیلم کردن این که درست نیست. سوره قرآنی را بگیرد فیلم بکنن، نه که با وجود این که کردن با چند جای او را کم و زیاد کردن. الله تعالی از من و شما قبول کند. خداوند هدایت و توفیق بندگی عطا کند. پروردگار هر مشکلات مؤمنین و مسلمین داره الله حل کند و صبر اون انبیا و صبر بزرگان دین را برای من و شما عطا کند. پروردگار تمام جوانان ما را هدایت کامل، نفس های ما را با خودمان نگذارد، خودش حمایت و تربیت کند. اخلاق و حیا و پاکدامانی پروردگار دختران و زنان ملت ما و ملت اسلام را عطا کند. پروردگار آن کند که او خودش راضی باشد و ما در قیامت دست بالا و خوشنود باشیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.